در مسیر سفر به جنوبی ترین شهرستان کهگیلویه و بویراحمد به گدساران می رسیم. شهرستان گدساران با مرکزیت شهر دوگنبدان با وسعتی حدود 4683 کیلومتر مربع از شمال به شهرستان کهگیلویه، از جنوب به استان بوشهر و فارس، از غرب به استان خوزستان و از شرق با شهرستان باشت همجوار است. در تاریخ آمده که محله‌ای با نام گدساران در نزدیکی شهر فعلی یعنی دوگنبدان به دلیل معادن گچ فراوانی که داشته و بعدها به مکان فعلی تغییر کرده اینجا به گدساران معروف شد. جمعیت این شهرستان بیش از 120,000 نفر است که از این تعداد 91,000 نفر ساکن شهر دوگنبدان و مابقی در روستاها سکونت دارند. بیش از 900 خانوار عشایری با پرورش دام و طیور و تولیدات لبنی و دامی در این شهرستان زندگی می کنند که مناطق قشلاقی آنها گدساران و مناطق ییلاقی آنان بویراحمد، دنا و شهرستان سمیرم در استان اصفهان است. تاریخ گدساران با تاریخ پر افتخار سرزمینمان ایران گره خورده است. در هر گوشه‌ای از این سامان رد پای گذشتگان و ساکنان باستانی را می‌بینیم. در لابلای درختان تنومند بلوط از پیچ و خمهای طبیعی، تنگه و کوههای بلند، همچنین تپه ماهورها در مقابل، طبیعتی متضاد از آب و آفتاب، جلوه‌هایی کم نظیر و تماشایی از طبیعت بکر و چشم نواز به دیدگان هدیه می‌کند. آبشارهایی خروشان که از کوههای مرتفعی همچون کوه خامی سرچشمه می‌گیرند، در آغوش مهربان دامنه‌ها همسفر با جنگل و گیاه به مناطق پایین دست هدیه می‌شوند. در 60 کیلومتری شمال غرب دوگنبدان در محل تنگ دوک بر روی رودخانه خیرآباد سد مخزنی کوثر احداث شده که دریاچه‌های آن مکانی منحصر به فرد برای گردشگران و علاقمندان است. در فصل زمستان آب و هوای معتدل ساحل رودخانه زهره در این شهرستان باعث شده پرندگان مختلف از کشورهای حوزه خلیج فارس و شهرستانهای سردسیری استان به آنجا هجوم آورند. محلی امن و آرام و گرم برای گذراندن روزهای سرد زمستان. مارین روستایی تاریخی، طبیعی و سرسبز در 40 کیلومتری شمال شهر دوگنبدان با کوچه باغ‌هایی دیدنی، خانه‌هایی خشتی و گلی در انحصار کوه‌های سر به فلک کشیده، جویبارهای پر آب و گوارا حکایت دیگری از آب و آفتاب دارد. شهرستان گدساران در دل خود 85 گوهر تابناک از امامزادگان واجب التکریم را جای داده است. از جمله این امامزادگان امامزاده بیبی حکیم خاتون سلام الله علیها خواهر بلافصل امام علی ابن موسی رضا علیه السلام است که زائران و مشتاقان اهل بیت علیهم السلام هر ساله به آستان مقدسش مشرف می شوند. گدساران در مسیر اصلی محورهای مواصلاتی قرار دارد و مرکز کشور را به جنوب غرب
به ویژه استانهای خوزستان و بوشهر امکان پذیر می کند. پالایشگاه نفت و گاز گدساران سالهاست در چرخه تولیدات نفتی سهم قابل توجهی از صادرات این محصول استراتژیک را به عهده دارد. آب و هوای گرم، معتدل و مرطوب، آبهای سطحی و زیرزمینی و اراضی مرغوب گدساران را به یکی از قطب‌های باغداری منطقه و کشور تبدیل کرده است. پرتقال، نارنگی، نارنج، انار و خرما و در مجموع محصول 1600 هکتار از باغات این شهرستان هر ساله به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود. صنایع دستی، هنر دستان هنرمند زنان ایلی و عشاگری شهرستان گدساران سوغاتی است که مردم این دیار به میهمانان خود در سفر به این شهرستان هدیه می کنند. چند مهمان پذیر در شهر دوگنبدان پذیرای مسافران و رهگذرانی است که قصد اقامت در این شهر را دارند. هموطنان لر و ترک زبان شهرستان گدساران قدومتان را بر دیده منت می‌گذارند.